جفتگیری ماهی کپی گاوی. 3 تا نر افتادن دنبالش، هر کدوم که بتونه موفق بشه نظر ماده رو جلب کنه موفق به جفتگیری میشه. این ماهی کپی گاوی بهش میگن. البته داداشون گفت کپی گاوی اسم علمیشی نمیدونم. خب این نر طلایی هم خیلی مثل که نر پرکاری هم هست، میبیننش که اینش نر طلاییه. خب ولکن هم نیست، ولی خب دوست داشتم مشکیه جفت بندازه. حالا مشکیه رو بذارن پیداش بکنم. این مشکیه، نگاه، این مشکیه داره میخواست جفت بزنه که نزد. حالا این هم داره میزنه، این هم خوبه، نگاه کنه از زیر دنبش بالاش باز میشه، چین میزنه، نوک میزنه، به اصطلاح به حساب پشت ماهی، به زیر ماهی و عملیات جفتگیری انجام میشه. یک جورایی این ماده مثلا خوشگلیه توی ماهی ها که نرا ازش خوش اندامه به اصطلاح، چون هیکلش درشته ماهی ها ازش خوششون. چون ماده های دیگه ای هم هستن مثل ای، نگاه کنه، مثل ای که زیاد نرا دنبالش نیستن، یا مثل ای مثلا. خب ماده زیاده ولی خب زیاد چیزش نمیکنن، ولی او رو نگاه کنید 3-4 تا نر پشتشن همیشه، با که دیشب زایمان کرده. دیشب حدوداً 70-80 تا انداخت، 70-80 تا بچه انداخت. بزن بچه‌اش بهتون نشون بدم. خب بچه‌اش نگاه کنه، این طلاییای کوچولوی که میبینن هنوز رنگ نداره. نگاه اینایی که رنگ داره، اونایی که رنگ داره هیچ. اینایی که رنگ نداره نگاه کنین، این طلاییه مثلا، نگاه کنین این طلاییایی که دارن چیز میکنن چیزایی هستند که تازه زایمان کردن. نگاه کنین مشخصه او که رنگ معلومه چیز تره. نگاه کنین بعضیاشون سیاه تره. خب یا مثلا اینجا رو نگاه بکنین ببینین اونایی که تقریبا دارن مشکی میشن چیزن دیشب زایمان کرده. اونایی که طلایی‌ان دیشب زایمان کرده، ولی اونایی که یکم رنگ انداخته خب مثلا 10-15 روز پیش زایمان کرده. نگاه کنین این آکواریوم بچه ماهی همه. البته این ناگفته نمانه، خب بچه ماهی که خودتان به دنیا میارن چیزش بیشتر، مقاومتش بیشتره، بهتر زنده میمانه. تو ماهی که میری مثلا بزرگ شدهش میخری، خب اینا بهتر مثلا میمانن، تلفاتش کمتر.